دوستان، در این وایس میخوام یکی از تجربه هایی که شاید شما توی زندگیتون داشتید بارها ولی علتش براتون گنگ و مبهم بوده رو توضیح علمی بدم. اون پدیده اینه که بعضی از روزها شما احساس میکنید دست به هر کاری میزنید نمیشه. هر درخواستی از هر کسی میکنید جواب رد میشنوید. همه آدم ها با شما برخورد بد و تلخ و سردی انجام میدن و اینقدر این قوی میشه که شما رو میارید به این فکر که شاید طلسمی در کاره، شاید نحسی و نفرینی در کاره. اما باید بگم که این یک پدیده‌ایه که توی روانشناسی کاریزما یک توضیح علمی داره. شما وقتی که صبحتون به یک دلیل با اتفاق بدی شروع میشه، ناخودآگاه سطح اعتماد به نفستون میاد پایین. وقتی سطح اعتماد به نفس شما میاد پایین، روی ادبیات شما تأثیر میگذاره. ادبیات شما یک حالت حقیرانه به خودش میگیره. روی بادی لنگویج شما تأثیر میگذاره. بادی لنگویج شما نامطمئن و ضعیف و شکننده میشه. روی تون صدای شما اثر میگذاره. تون صدای حقیرانه و ضعیف پیدا میکنید و روی حالت چهره و نگاه شما اثر میگذاره. عصب‌های دور چشم شما حالت درون شما رو منعکس میکنن. اون چیزی که قبلا قدیمی‌ها میگفتن رنگ رخسار خبر دهد از سر درون، همین مسئله هستش. وقتی این اتفاق میفته، ناخودآگاه کاریزمای شما فروکش میکنه و همونطوری که قبلا اشاره کردیم، میزان حساب بردن دیگران از شما، میزان گوش دادن به حرف شما به کاریزما و جذابیت و اعتماد به نفس و سلطه‌ای که دارید، نه به دلیل حرفتون بستگی داره، نه به تحلیل، نه به اینی که مثلا بخواید دلسوزی دیگران رو تحریک بکنید. هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه دیگران به حرف شما گوش بدن و خواسته شما رو اجابت بکنن، بلکه تنها چیزی که در این زمینه مؤثر هستش میزان کاریزمای شما هستش. وقتی اعتماد به نفس شما در اتفاق اول میاد پایین، شانستون در ببینید وقتی میاد پایین، شما مثلا میگم دنبال یه کار اداری هم دیگه برید، اون حس منفی که در گفتار و کلام و لحن و بادی لنگویج شما وجود داره، ناخودآگاه باعث میشه اون مسئول اداره هم کار شما رو انجام نده. به یک مغازه برید، به پدر و مادرتون، با هر کسی که صحبت بکنید، اون حس بد رو به شما ریفلکس میکنن. اینا چیزای انرژی و چیزای ماورای طبیعی اینا نیست. آدم ها ناخودآگاه وقتی که در چهره یک انسان حس بدی ببینن و وقت اصولا در ناخودآگاهشون دوست دارن ضربه‌ای که از این آدم توسط این حس بد، توسط این چهره بد خوردن رو بهش برگردونن. برای همینه که انگاری این آدم‌ها یک نفرین میشن و خب دوباره شما جواب نه میگیرید. جواب نه دوم رو که بگیرید، دوباره سطوح اعتماد به نفس شما، لحن شما، همه چی فروکش میکنه و احتمال اینکه نفر بعدی هم به شما جواب منفی بده شدیداً بالا میره، بالاتر از دفعه قبلی حتی. بنابراین وقتی که حالتون بده، وقتی که روز بدی دارید، به هیچ عنوان به سراغ صحبت کردن و استارت رابطه یا دیالوگی با یک دختر نرید، به خاطر اینی که به احتمال بسیار زیاد شما رو پس میزنه و همین باعث میشه که روابط بعدی شما هم خراب بشه. بارها برای من اتفاق افتاده، موردی که مثلا 1 ماه روش کار کرده بودم، 1 روز که حالم بد بوده رفتم با چت کردم و همونجا سوزوندمش و دیگه هم راه برگشتی نبودم. پس دوستان، وقتی که حالتون بده، برید یه کار لذت بخش انجام بدید. برید بخوابید،
برید یه غذای خوشمزه بخورید، برید فیلم ببینید، چند قسمت سریال ببینید، به هر حال کاری انجام بدید که نیاز به ارتباط با آدم ها نداشته باشه تا قوای بدنیتون ریست بشه و اون حس منفی از کلام شما، از لحن شما، از چشم شما و از بادی لنگویج شما خارج بشه.